سلام، خیلی خوش اومدین. این دفعه باید بگم به ولاگ تولد پسر مهربون مهرماهی من. اگر شما مثل من دوست دارین میز تولد بچه‌تون رو خودتون 0 تا 100 رو بچینید بدون اینکه کوچکترین چیزی رو از بیرون سفارش بدین، این ویدیو مخصوص شماست. تا آخر همراه من باشین. امیدوارم که خوشتون بیاد. اول از همه رفتیم سراغ تم تولد و تزیین اتاق و این داستانا. از اونجایی که مهراد عاشق حیواناست، مخصوصا شیر و زرافه، تصمیم گرفتیم تم تولدش اینا باشه. بعد رفتیم سراغ اسباب بازی‌ها، کلی موتور و ماشین و عروسک اینجا بود. ما تصمیم گرفتیم این سری براش 2 تا عروسک شیر و زرافه بخریم که به تم تولدش هم بخوره. اینجا ما در حال کادو کردن کادوهای تولد مهراده. به که این گردن دراز خوشگل ما هم توی کاغذ کادو جا نمی‌شد، کلی این آقا رو به زحمت انداخت تا تونست بالاخره کادوش کنه. بعد رفتیم سراغ خرید خوشمزجات شام و بساط خوراکی‌های مهمونی. مهرادم با خودمون برده بودیم که حوصله‌اش سر نره. این وسط هم یکم خرید برای خونم کرد. اینم کیک تولد خوشگل و نازش با تم حیوانای جنگل، مخصوصا شیر و زرافه که مهراد عاشقشه. بادکنکای تم تولدش هم سعی کردیم به کیکاش بخوره و بیشتر شیر و زرافه باشه. اینم از تلاش‌های بی‌نتیجه و زیاد مهراد برای فوت کردن شمعای کیک تولدش. آخرش هم که بچه‌م بینیش سوخت. خب برسیم با آماده کردن ژله و کاراملا، که البته کاراملا الان تو ویدیو نیستش. ژله رو تک تک پر میکنیم تا بریم سر خوشمزجات بعدی. اینم از مینی همبرگرهای دستساز خونگی خوشمزمون. اینم از رول کالباس و پنیر خوشمزمون که لولش میکنم و میذارم تو روغن تا سرخ بشه و بعد قرتیش میکنم و تزیینش میکنم. بعد از اینکه سالاد الویه‌تون رو درست کردین، میتونید برای تزیینش از انواع کاترهایی که تو خونه دارین استفاده کنید. کاتر شکل مال من گل بود. بعد روشو با کاهو فرانسوی و گوجه گیلاسی میتونید تزیین کنید. حالا نوبت برش و تزیین آناناسا شد که نتیجه نهاییشو بهتون نشون میدم. مهرادم که عاشق آهنگه، یعنی وقتی آهنگ تو خونه ما پخش بشه دیگه نمیتونیم جلوی حرکات موزونیشو بگیریم. بله، میبینم که تزیین آناناسا و انبه ها به عکس و فیلم نرسید و خیلی از اون میوه‌های رنگی رنگی توش خورده شده. رول کالباس و پنیر خوشمزه‌ام که هر کی خورد عاشقش شد که با گوجه گیلاسی و کاهو فرانسه تزیینش کردم. 2 تا تیس کناریش هم پیتزای خونگیه که واقعا خوشمزه بود. همبرگرهای خونگیمون که با کاهو فرانسه و پنیر گودا تزیینش کردم و مزه‌دارش کردم. اینم یه نمایی از میز شام. سالاد ماکارونی و سالاد الویه‌ای که تزیینش رو قبل‌تر بهتون گفتم. سوپ شیر و اینم کاراملا و ژله هامون.
واقعا با یه پسر بچه شیطون چیدن یه میزی که 0 تا 100 خونگی باشه کار خیلی سختیه. امیدوارم که ایده گرفته باشید.